نوبهار گلفشان دلکشایم مادرم، قوت جان و دل و عقل رسایم مادرم. السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام برسانیم بهر هر یک شما. امروز ما جماعت شهنان در دهه خوشمنظره راه هستیم. البته برای تبریک کردن مادر عزیز سعادت دایتی که جشن زادروز دارند در خانواده اشربایکه مهمان هستیم. الله لحظه های خرسندی را همراه شمایان با هم میبینیم. خود را احتیاط کنید، با ما باشید. رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران، مهمانان خانواده اشربایکه. من امروز در این روز خرسندی مادر عزیز خاندان، مادر مهربان، غمخوار، البته امروز سعادت دایتی جشن زادروز دارم. جشن مولود خود را، میلاد عمر را جشن گرفته ایستادم. می‌خواستیم در این روز خرسندی، در این روز شادباش، فرخنده و فیروز مادر عزیز را، مادر مهربان را تبریک گوییم و البته به نزدمان سعادت دایتی را همراهی اشربایکه تکلیف میکنیم. یک تا قرسنگ میزنیم بلندتر. مرحبا. السلام علیکم. السلام علیکم. امروز خاندانتون باز روزی خرسندی خوشبختی. من سه فرزند اصیل، سه فرزند نازنین، تحفه بی‌بهاترین خداوند که فرزند است. بهتر خرسندی و شادیانه شمایان البته خواستند که شما را تبریک گویند با یک مهنت‌های حلالتان کلام کردید که آنها با اعتبارانند. امروز روزی زادروزی مادری من است. گفتم فرزندی عزیزتان برای ما زنگ زدن، پرویز جان گفتن که مادر مهربانی من، غمخواری ما، دعاگوی ما، بعد از خداوند یگانه انسانی که باوری داریم، شب را به صبح پیوست کرده، در سر گوهره ما دعاها خوانده، الله‌های ناز خوانده، از هیچ کس کم نکرده، از همه زیاده کرده، با مهنت حلالشان ما را به وای رساندند. می‌ارزند مادری ما، هر سال این خیلی زادروزشان را جشن گیریم می‌ارزند. البته می‌خواهیم که همیشه در سر ما سایبان باشند، همراهی پدرم شاه ستون طلایی ما شوند و تاج سری ما شده گردند. برای مادری عزیزم، برای غمخوار خاندان ما رسانید که چون فرشته هر کجای در کنارت مادر است، با دعایش رهکشای پیش کارت مادر است، در خوشی و ناخوشی و تلخی و شیرینی ها همدمی دل آشنایی بیقرارت مادر است. ای مسافر در راهی تو تا مجالی واپسین، با دلی زار و نیزار انتظارت مادر است. امروز سعادت دایتی چند ساله شده؟ 52 بخیر رفتم. نه حالی یاش. البته بگذار این سری جوان گشتن البته خوشبختی آیله است. و مهمانان میگویند که از اینجا 18 ساله یا 17 ساله یا نمی هم باشد که قرسنگ میزنیم در هم با مایوس نشتیم. امروز روزی خرسندی است، در روزی زادروز باید کیفیت اعلا با لبخند چینیم. البته اشربایکه چند سال شد وقتی نکاح شده گشت؟ چند سال شد؟ 25 سال شده است. البته بگذار در امسال 25 سالگی چی میگفتن؟ هر باری که آن از قید نکاح گذران 25 سالگی 50 سالگی رو جشن گرفتن نصیب کنند که من امروز 25 سالگی عقد نکاح با اومدیم. این از خرسندی، این از خوشبختی. البته همیشه مانند امروز خرسند و خوشبخت شده گردید. در سر فرزندها حضور و حلاوت دیده گشته، همیشه دعاگوی باشید، حضور و حلاوت نبیره ها رو بینید. روز خرسندی را مبارکباد میگوییم. اشربایکه امروز از نام فرزندان شما را نیز تبریک میگوییم. پدر در تشنگی دریا، پدر در تنگی ها دنیا، پدر دارو، پدر درمان، پدر روشنگر دل ها، پدر هم مشکل آسان است، پدر هم مرهم جان است،
اگر خرسند کند ما را همان دم چهره خندان است. امروز روز خرسندی مبارک باشد. البته برای مادر مهربان، برای گل ثباتی خاندان ما در اینجا گلدسته های زیبا تیار کردیم. یک قرصنگ میزنیم میسپاریم. مرحبا. قیمت‌بهاترین که در روی دنیا تن گرفته ایستاده کتاب قرآن را پیشکش شما میکنه. مبارک باشد. البته توفه ها از نام فرزندان و هر پدر عزیزشان مبارک باشد. روز خرسندی را مبارک باد میگویم. مبارک باشد. از مبارکه امروز از همه مهمان ها پیش خودتان و فکرم ساعت 1 یا 2 بود تبریک کردن. شروع کرد شعراش کردی، گلدسته ها کردی. در این تیرما گلدسته زیبا را آورده. روز یک تب شروع کرد شعر است که تبریکتان را میشنویم پیش مهمان ها. مرحبا. رحمت مبارک باشد. و البته فرزندان مرحمت سخنهای تبریکاتی را میشنویم. من امروز زادروزی مادرم شده ایستاده است. با این مادرم بیجان عزیزم رو با 50 سالگیشون تبریک میکنم. الهی وقتمون با صبح باشن. الهی از 100 دورما اساس گذشته کردن. الهی پستنی پدرم با جوانشون با پدر عزیزم دایمشون همراه شده. الهی جاشون شکر ای رحمت مبارک باشد. حاضر مادر عزیز مبارک باشد. روز خرسندی را مبارک باد میگویم. مهمانان عزیز، همان روزی که زن را خداوند کریم می آفرد و دستش بهشت را جنت را تحفه می سازد. البته بعد از چند وقتها میگذرد میبینند که مادر را بی فرزند، فرزند را بی مادر تصور کردن دشوار است. بعد آن فرزند را برای مادر میبیارد که در دستان بزرگی مادر بهشت جنت بود. به یگان اندیشه آن جنت را زیر قدم خود گذاشته. ما فرزندان را با آغوش گرفتگی انسان این مادر است. یکی از آن مادران باشد امروز مادر مهربان سعادتی هستند که من 3 فرزند صالحه را از جان نزدیکتر را به دنیا آورده. آنها را حلال خیرانده پوشانده صاحب بخت عائله کرده ایستادند. هیچ وقت مانده نباشید. همیشه خاندانتان را توی باشد، روز خرسندی باشد. من به پرویز جان هم کلید بیارید این خاندان ها با توی کرده روزهای خرسندی و جشن گرفتن نصیب کند. حاضر در آمدن پرویز جان گفتند که مادر جان عزیز من، حالی خاندان نشده نه؟ مادر جان عزیز من خودشان برای ما از همه زیباترین زن هستند. میخواستم که عروسی انتخاب کرده اشان مانند خودشان باشد و تستر کنند ریشه توی سر کردن گیرند. خدا خواهد تا تابستان توی سر شود. اگر ما تیار گفتنم پرویزیان دیانتان ایستاده. روز خرسندی مبارک. حاضر من در اینجا باز یک کس میخواهند تبریک گویند. مرحمت. آنا جان شما را با این روز فیروز از صدق دل تبریک میکنم. مهندس مرحمت. سنجانی دل فدایی یک مدعای مادر فتو کشایش آرد دستی دعای مادر. السلام علیکم مهمانان عزیز، خوش آمدید. من امروز روزی زادروزی مادرم شده ایستاده است. من با این روز مادرم را تبریک میکنم. به مادرم با کارهایش و موفقیت ها طلبیدن میخواهم و با این روز از ته دل مادرم را تبریک مینمایم. رحمت نکته آغوش میکنه وقت مادرم آغوشی گرمی پوید پر از جنتیشون را آغوش میکنه. مبارک باشد.
البته در اینجا شیرینی است. شیرینی رو بریم آن را تناول میکنیم. مرحبا. یک جویا اشو با یکن سعادتی شما شفت میکنیم. شیرینی رو میبریم. مبارک باشه. کمی خود تیار باشد اگر شیرینی رو میبریم. مرحبا. همه با فرزند و یک جویا. شما یاد داره مبارک باشه. زادروز مبارک. روز پرسنده رو مبارک باد میبینیم. مبارک باشد. دمی پیری به دولت پیری رو دیدن نصیب کنند میبینیم. مبارک باشد. البته سخنهای تبریکاتی امروز در روز زادروز هست. میشنویم. السلام علیکم. همه مهمانو اکم کو جانگو اونی خواهیتیم دارمتون اومده خوش اومده گریده توجیسر من خواهیتیم درجه شما تبریک میکنیم. الهیم 120 بهار بینن فقط ساق باشن. بچه ها همه تویاشون همشه سر و بر کده شکلی وایشه گردن دفقه دیماشون چاقشه گردن. تبریک میکنم هایتی جون. الهیم 120 دوره. رحمت مبارک باشد. مرحبا. السلام علیکم عمه جان خوشروی زبان شیرین من. زادروزتان مبارک باشد. عمری دراز رزق فراز فرزنداتان صحت و سلامت باشید. من میخواهم که هیچ گاه رنج و علم نبینید. لبتان گو خنده باشد. الله همیشه در پناهش دارد. عمه جان شیرین من زادروزتان قطلوب باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز زادروزی مادر جانم شده ایستاده. من به همین روز زادروزشم تبریک میکنم. الهی بختمون با ساق و سلامت باشد. پدرم کدی خوش پیرش من ساق و سلامت باشم. بختم دا ساق باشم. مادر جان صد دوره. سلام علیکم. البته میادم زادروز رو میگم فریدم میدم. همه صد دوره. همه این روز گنوایتون هم خیر شد. رحمت مرحمت مهمانان بیایید. نه میکروفون گیره میکنه دیگه چه نامرده. امروز فقط خنده میکنیم و میرقصیم. بیایید مرحمت. مرحمت. السلام علیکم مهمانان عزیز. من امروز زادروزی آیتنگلو هم شده ایستاده است. من از
فرصت استفاده بوده آیتیمولا هم را تبریک میکنم. الهیم صد بهار را بینه پاچام که دی خوشا پیر شوم در وقتی فرزنداشون همه وقت ساخت سلامت گردن. باز یک بار دیگه تبریک. دیدت میگیره نمیدارم مبارک باشد روز خورسندی را. البته مهمانانی عزیز این است باشد سرودهای شوخ مانیم یک جای میرقصیم خورسندی میکنیم. امروز روزی شادیانه باید که با رقص های و با خورسندی ادامه دهیم. مرحبا سرودهای شوخ برای شمایان یک جای میرقصیم. مرحبا. ای یار بیا دلدار بیا
میرسه. شب مبزاری که با من باشه عشقا روی من شب و بیا تصویر من دیگه من بیبر من مدار خوشگل شبای من خوشگل شبای من من بیننده های عزیز، امروز ما در دهه زیبا و خوشمنظره میرانپور عزیز مهمان شدیم در خانواده اشوربایکه که جشن زادروز مادر عزیز خاندان سعادت دایتی را جشن گرفتیم از نام فرزندان عزیزشان که در حقیقت با اعتبار شده در روز زادروزشان تحفه کردند، سورپرایز را آماده کردند که تا در آمدن بی‌خبر بودند و آن لحظه ها را همراهی شما به هم دیدیم. در این خاندانی که پروفایز است، در این خاندانی که انسان های خاکسار هستند، البته نیز ما خرسند شدیم که این خیلی بزم های آنها با شریک شده همراه شمایان عزیزان پیشکش کردیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید، با شبکه شهنان خود را احتیاط کنید، صحتمند و سربلند باشید. رحمت برای مهمانداری، سلامت باشید. گذارتون طرف ما با سلامت باشن. شما رحمت. معلش. خیر. معلش. ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم سخنهای تو در گوشم همه مهری تو در یادم کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه کی به مادر همه خوار است تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی تو این شب آمدی خوابم سرم رو سیله کردی زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه زیدی داری تو من شدم تو باور میکنی یا نه ای مادری زارم سخن سر میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه بگشتم در غریبی ها تو باور میکنی یا نه
ایا ای مادری زهرم تو باور میکنی یا نه تو باور میکنی یا نه